یه چیزی یادت میدم که توی مواقع اضطراری خیلی به دردت میخوره. اگه مهمونی یا یه قرار مهم دعوتی و شرایط پوستت به هم ریخته و دهیدراته شده، حتی آرایش هم درست حسابی رو پوستت نمیشینه و وقت نداری، میتونی از این پماد استفاده بکنی. یه لایه پر ازش میزنی، شب میخوابی، صبح که بیدار میشی با صحنه روبرو میشی که اصلا باورت نمیشه. پوستت صاف و شفاف و آماده آرایش میشه. من که وقت نکردم آرایش کنم چون خواب موندم و یه قرار مهم دارم، میخوام تو مسیر آماده شم. حالا که تا اینجا همراهم بودی، میخوام تو این پست پنکیکی که همیشه ازم میپرسی رو بهت نشون بدم. البته یه پنکیک معمولی نیست، مثل فیلتر اینستاگرام میمونه. پوستتو صاف میکنه و انقدر سبکی که انگار هیچی نزدی. حتی کسایی که مثل من پوست خشکی هم دارن میتونن ازش استفاده بکنن. 24 ساعت هم ماندگاری داره و ضد آبه. خدایا آخه ببین پوشششو، من دیگه چی بگم. برای اینکه بدونی اسم این پنکیک و اون پمادی که استفاده کردم چیه، یه قلب قرمز برام کامنت کن و برو دایرکت تو چک کن. پیجم هم فالو داشته باش دوستم. خب دیگه حاضر شدیم و بریم با این پوست قشنگمون به قرارمون برسیم. خیلی دوستتون دارم.